این لحظه ها از وضع نارامی های سالهای 90 در فیلم مستند تلویزیونی خیانت روینوار آمدند که ساکنان ناحیه واسه آن را طریق تلویزیون و اکران کلان تماشا کردند. ناآرامی و بی‌سر و سامانی ها با گروه های مقابل جدا شدن شهروندان کشور، اختلاف های شدید در جامعه و سر زدن جنگ تحمیلی شهروندی آن واقعه های مدهش را شهروندان فراموش نکردند. جنگ و نیزا، مخالفت های مسلحانه، قتل و کشتار آدمان بیگناه، حادثه های دهشتبار سالهای 90 به ساکنان تاجیکستان بدبختی و روزی سخت آوردند. تماشابینان فیلم مستند تلویزیونی بعد تماشای فیلم اندیشه های خود را ابراز نمودند. این فیلم با ما روزهای سالهای 1992-93 اون چی روزهای سنگینی بود که بر سر ملت ما اومد و چقدر جوانان ما گمراه بودند، بی‌سواد بودند، در گروه های شامل شدند که آن گروه ها بر سر ملت ما بسیار مصیبت آورد. چندقدر فرزندای ما به پدر به مادر ماندند، چندقدر مادرها فرزندهای خود را گم کردند. ببینید امروز که تاجیکستان عزیز ما چقدر گلگون شکوفان شده است، چقدر به روزهای نیک ما رسیدیم، چقدر پیشروی ها شد، چقدر تاجیکستان ما گلگون شکوفان شد. و امروز من همچون زن مادر گفتنی هستم که ما سیاست و هوشیاری را از دست نداده، جوانای خود، فرزندای خود را برای وطن دوستی، برای وطن پروری، برای ملت خودش را، وطن خودش را دوست دارد. شادیبک ایدی هستم، یک تن جوانی زاده استقلال. امروز ما در این تالار فیلم مستند حجتی خیانت را تماشا نمودیم و از آن روزهای سنگین، عاقبت‌هایی که به سر ملت تاجیک آمده بود، هرچند که ما جوانان دوران زاده استقلال آن روزهای سنگین را ندیده باشیم، هم امروز به طریق این فیلم حجتی خیانت از آن روزهای سنگینی که به سر ملت ما آمده بود آگاهی پیدا کردیم و آگاهی پیدا کردیم که سرکده های آن روزهای سنگین کی بوده است و ما چهره اصلی آن خاخوران را از نزدیک به چشم خود دیدیم و نمیگذاریم که دیگر این خائنان فکر و عقیده های آنها در این ملت جایگزین باشد و آن سرکرده هایی که سبب به وقوع آمدن این جنگ خانمانسوز بود به چشم خود دیدیم و آنها را شناختیم و دانستیم که مقصد و مرام این خائنان ملت بخصوص همین حزب سابق نهضت اسلام در جمهوری تاجیکستان بوده است و نمایش این فیلم حجتی خیلی سری وقتی بوده برای بلند برداشتن مفکوره معنوی جوانان سهمگذار می باشد. کسی که خیانت کرده است بخشیده نخواهد شد. فیلم مستند تلویزیونی خیانت که در ناحیه واسه ساکنان آن را با دقت تماشا کردند، بار دیگر ساکنان را هشدار کرد که زیرکی سیاسی را از دست نداده در حفظ امنیت جامعه و دولت آماده باشند، تاریخ خلقمان را گرامی دارند و برای آبادی و پیشرفت منبع وطن محبوبمان سعی و تلاش نمایند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهورف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.